انسان در حیرت میماند که چرا این همه فکر ما صرف کردن پول یا صرف کردن این همه مبلغ و این همه درآمد برای رقص و بازی و کنسرت و مردم را به کوچه جمع کردن و دیگ سملک هست، چرا به یک سفره افطار یا برای کمک به یتیم خانه یا حتی برای یک خوراک دادن برای دانشجویان و دانش آموزان صرف نمی کنیم که یعنی تا اندازه دلها کور شدن و گمان میکنیم به یک سراینده رو آوردن و 10 دختر رو در آنجا رقصانیدن دیگر همه جا گل شکوفان شد و همه مشکلی ها حل شد. پس هموطنان عزیزی که بنده رو میشنوید و میبینید، بیایید همین سال به خود آیید، یک ماه رمضان خود را، برکت این ماه را با گناه یک روزه، با شب سملک یک شبه همهش رو از دست ندهید. این روزه میگیریم، افطار میکنیم، دعا میکنیم به خاطر الله، همش به خاطر الله که پروردگار این عبادتمون را قبول کند. نگذارید این عبادت های شما با یک روز به خیابان برآمدن و کرته اطلس پوشیدن و با رقصیدن و با سلفی کردن با 2-3 سراینده ها دیگر این برکت این ماه را پروردگار از شما گیرد که الله میداند آیا این ما به ما می آید باز یا نمی آید. و خود الله می داند که شاید شما با دعاهای اجابت شده این ماه و با روزه بی آلایشی که انشاءالله این رمضان گرفتید، شاید مشکلی های چند ساله شما، دعاهای اجابت نشده شما اجابت می شود. اما یک باز هم گفتید نه یک روز است باکی ندارد، الله بخشنده مهربان است، من یک روز روزم را میخورم، یک شب تمام شب به جای تراویح خواندن و نماز شب خواندن سر دیگ سملک میرقصم و با دیگ سملک آرزو میگویم و سنگ میپرتایم و کار دیگر. به الله قسم هم به شرک قدم میزنیم، هم به گناه قدم میزنیم و اصلا این گونه مسخره بازی در شأن یک مسلمان نسبت به پروردگارش اصلا بخشیدنی نیست که تو بگویی الله بخشنده مهربان است، من به هر چیزی که گناهی کبیره است و هر چیزی که شرک است و کفر است برای یک روز این دست میزنم و بعداً باز عبادت هایم را دوام میدهم. این گونه عبادت کنی نیست. این یک مسخره بازی هست که یکی امروز مسلمانی پگاهش باشد به هر آلودگی دست زدن. با امید اینکه شاید کلمه از این گفته ها تاثیر کند و نفرانی که از حاضر نیت داشتن که نوروز را یعنی رمضان را به خاطر نوروز فدا میکنند و روزهشان را میخورند و به گناه دست میزنند، از گناه برگردند، به الله توبه کنند و پروردگار بر هر چی برایشان بهتر است در دنیا و آخرت نصیب کند. این صحبت را به پایان میرسانم. دعا کردن در حق هم دیگر در این روزها که اجابت دعا است فراموش نکنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.